روز دوم اومدن روناز به ییلاک لباس محلی تنش کردیم و گفتیم دیگر دوران بخور و بخواب تمام شده، باید کار کنی برامون. تشت و پر از لباس کردیم و گذاشتیم روی سرش تا ببره توی چشمه بشوره لباس ها رو. فاتی هم به عنوان استاد راهنما همراهش بود. میخواستم همه لباسا رو بدم با آب سرد بشوره، هوش از سرش بپره، ولی ترسیدم شوهرش فیلمو ببینه و بیاد ما رو چترتماخ کنه یعنی ما را بکوتاند از اینجا. برای همین خودم دست به کار شدم و به کیمیا کمک کردم. لباسا رو با همدیگه مشت و مال کردیم، همش لباسای آواست. این بچه روزی 3 دست لباس کثیف میکنه. بعدش کیمیا بازم شست لباسا رو، منم رفتم اون طرف نشستم تا آب کشیشون کنم. این ییلاک 40 تا چشمه داره، ما اومدیم به نزدیکترین چشمش. گاهی هم وسطای آب یه مار آبی میاد و رد میشه. فاتی از مار آبی میترسه، ولی من بهشون میگم زالوی دراز و مسخرشون میکنم. بعدش که خسته شدم و کمرم درد گرفت، روناز اومد کمک کنه. روناز مهمون لاکشری لایف ماست که از آستارا اومده به ییلاک. آوا رو نیاورده بودیم و مونده بود توی آلاتیک، چون که پشت سرمون گریه کرده بود. مامان فاتی آوردش. میگن که درسته که خوشگلا اخلاق ندارن، ولی اصلا نیازی هم بهش ندارن. دقیقاً داره آوا رو میگه. این بچه همش زرزر میکنه و گریه میکنه. بعدش لباس ها رو بردیم روی سنج ها و بوته ها پهن کردیم تا خشک بشن و روشون هم سنج گذاشتیم تا باد نبره و بمونن خشک بشن. بعدن میایم جمعشون میکنیم. فعلا باید بمونن تا خشک بشن. زندگی عشایری خیلی سخته، ولی خیلی زیباست و مردم عشایر قوی ترین و مهربان ترین مردم توی دنیا هستن. بعدش همگی راه افتادیم رفتیم سمت آلاتیک تا برای روز سوم رونازو آماده کنیم.